شما برنامه خبری رادیو زودی تماشا دارید. در مسکو امروز دادگاه شکایتی وکیلان سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان را بررسی میکند. این جوان 21 ساله برای اشتراک در گردهمایی بدون اجازه در پایتخت روسیه و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت متهم است. خود رجبوف چنین اتهامات را رد میکند. صدرالدین رجبوف پدر سمرالدین در صحبت با رادیو زودی گفت پسرش از گیرودار سیاسی آگاهی زیاد ندارد و حالا او با کمک وکیلان دفاع تلاش میکنند بیگناه بودن فرزندش را در دادگاه اثبات نمایند. من باید یک دو بار گفتم که بچه آخی تو دمی تو پریژ رنگ مدت تو تیج نیورژین سپرایل نه گفتم که بچه اخته احتیاط کن این وطنی ما نیسته ما به وطنیم خدمو کلاب تا کار فرمان ناز خون ثبات ناز گیر خورجه بین در خورجه کدوم کسبو نازن هم کسبه یادگیر برو را و ایراسیه بچه. سمرالدین رجبوف 2 август امسال با حکم دادگاه تا 27 سپتامبر به حبس گرفته شد. با او حد اکثر 11.5 سال زندان تهدید می نماید.